میگه ترسم که صرفه ای نبرد روز بازخواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. این روز قیامت از کجا معلوم؟ تو که مدعی هستی که عبادت میکنی، نون حلال میخوری، برتری داشته باشی به ما که شراب میخوریم، آب حرام میخوریم. اتفاقا نیت ما نیت پاکیست، تو تظاهر نمیکنیم. تو نان حلال میخوری ولی دروغ میگی که نانت حلاله. چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم؟ چیزی نمیشه که، چه اتفاقی میفته؟ ولی چند پیاله شراب ما با هم بخوریم. ما خون رزان خوریم و تو خون کسان. تو خون مردم رو داری میخوری، خونخواری میکنی، ظلم میکنی به دیگران، آدم رو میکشی، خون مردم رو میریزی و به این خوشی که احکام مذهب رو داری انجام میدی. کاش شما هم خون رزان رو بخورید و خون مردم رو نخورید. پس اشکال نداره اگر چند قدح باده بنوشید. و بسیارن کسانی که دلشون خوشه که احکام الهی رو انجام میدن اما ستمگرند، به دیگران رنج میدن. بعید میدونم روز حساب اینها بتونن راحت خودشون رو از اون ماجرا بی‌حساب کنن.